بهشت پارت 2. آیا میدونستید توی بهشت میتونید با عزیزان و خویشاوندانتون ملاقات کنید؟ بله، اگر شما با اعمال نیکتون بهشت رو به دست بیارید و زمانی از خدا درخواست کنید تا با نزدیکانتون ملاقات داشته باشید، خداوند رحمان لطف میکنه خواسته بندش رو برآورده میکنه. این در صورتیه که عزیزان شخص درخواست دهنده در بهشت یا برزخ به سر ببرن. ولی اگر اونا توی جهنم بودن چی؟ پیشنهاد میکنم از خواستتون صرف نظر کنید به 2 دلیل. 1. به خاطر اینکه خویشاوندانتون رو تو اون وضع در جهنم نبینید، چون که قطعا وضع خوبی توی جهنم نداره و خود به خود باعث رنجیدن شما میشه. 2. اونقدر جهنم داغ و سوزانه که موقع ملاقات بدنتون گرم میشه و میسوزید. اما با این حال اگه بازم مشتاقید برای دیدار، خداوند ارجمند اجازه میده که اون از دور ملاقات کنید.